من کیستم؟ پروردگارا، کیستی من را به من بگو. تو یک روح نامیرا هستی، برای تجربه زمینی فرستاده شدی. تو برای تجربه شاد زیستن به زمین فرستاده شدی. زمین انسان‌های پر از جهل و ناآگاه را ناشاد می کند و کسی که به مراحل کمال نزدیک می شود به طور خودکار شادی عمیق را تجربه می کند و چیزی دیگر نمی تواند ناراحت و غمگینش کند. تو به درک عمیقی از وجود خودت می رسی و اصل خداشناسی چیزی جز این نیست. معماهایی در مسیر خودشناسی طرح کردم که مرحله به مرحله کلیدش را باز می کنی. شیرینی حل معماها همین است که قدم به قدم حل می کنی، وگرنه آخر معماها را بدانی دیگر برایت همه چیز بی معنا می شود. حواست باشد در طول حل معما شاه کلید شادی است و تو آگاهانه شاد بودن را انتخاب می کنی. شادی خنده های الکی نیست. از اعماق قلبت باید شاد باشی و از هر چیزی که بهت دادم لذت کامل ببری.